روزی یک پروفسور سگی را به خانه خود برد. بعد از مدتی آن مرد عاشق سگی شد و وقت زیادی را با او بازی می کرد. بعد هم نام هاچیکو را برای او انتخاب کرد. آن سگ هم هر روز صبح که پروفسور می‌خواست سر کار برود تا ایستگاهش او را بدرقه می‌کرد. او هر روز صاحبش را در حال خرید بلیط می‌دید و بعد هم رفتنش را در ایستگاه. بعد از آن هاچیکو در همان ایستگاه می‌نشست و تا عصر منتظر صاحبش می‌ماند تا از سر کار برگردد و با هم به خانه بروند. همه مردم و مغازدارهایی که در مسیر بودند از این رابطه بین پروفسور و سگش آگاه بودند تا اینکه پروفسور بر اثر بیماری فوت کرد. هاچیکو ساعتها در همان میدان همیشگی منتظر او بود. قطارها را میدید که میآیند و میروند، اما اثری از صاحبش نبود. او این کار را تا 9 سال و 9 ماه و 15 روز ادامه داد. این داستان توجه اخبار و رسانه‌های داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب کرد. هاچیکو به یک سمبل ملی از وفاداری در ژاپن تبدیل شد. معلم‌ها و پدر و مادرها همیشه هاچیکو را به عنوان نمونه‌ای کامل از وفاداری به بچه‌هایشان معرفی می‌کردند. 1 سال قبل از مرگ هاچیکو، مجسمه‌ای در ایستگاه شیبویا شهر توکیو ساخته شد و حتی خود هاچیکو هم در آن روز حاضر بود. علاوه بر این تندیس‌هایی از او در جاهای مختلف دیده می‌شود. دانشگاه توکیو هم مجسمه‌ای از هاچیکو را در حالی که با صاحب خود در حال بازی است به نمایش گذاشته است. همچنین در موزه ملی طبیعت و علم توکیو هم در معرض دید گذاشته شده و بازدید کننده داخلی و خارجی زیادی دارد.